سلام، اسمم لادنه. بهم گفت تو فقط بیا، عاشق پارتی میشی. خیلی خوش میگذره. به خودم میگفتم آدم برای عشقش باید از خودش هم بگذره. قصه زندگی من یه زخم کهنه است که هر وقت پانسمان روش رو برمیدارم خود زخم تازه میشه و مدتها قلبم رو به درد میاره. مطمئنم هر کس قصه زندگیمون رو بشنوه فکر میکنه همه تقصیرها گردن من. آره، من مقصرم که یاد نگرفتم چطوری از خودم مراقبت کنم، که یاد نگرفتم همه چی این دنیا دو روزه نیست. توی یه خانواده دنیا آمده بودم که پدر و مادرم همدیگه رو دوست نداشتن و نمیخواستن کنار هم زندگی کنن. فقط نمیدونم این وسط چرا منو دنیا آورده بودن. تازه یه منت بزرگی رو سر من بود که همیشه به هم میگفتن اگه تو نبودی ما فاتحه این زندگی رو خونده بودیم. و جالبه هر کدومشون جدا جدا این حرف رو میزدن. من نمیخواستم به خاطر من تحمل کنن. من نمیخواستم به خاطر من از خودشون بگذرن. من نمیخواستم اون همه رنج و عذاب رو به من بدن. آخرش هم منو مقصر ببینن. انگار قبل از اینکه اونا باشن من بودم که زندگی اونها رو به هم ریختم. مادرم دختر نازنازی خانواده پولداری بود و پدرم پسر دردونه حاج محمد آقا که غیر از خودش 5 تا خواهر داشت و انگار دنیا مال اون بود و مادرم اومده بود از دستش بگیره. مشکل من فقط دعوای گاه و بیگاه اونها نبود. مشکل من این بود که تو این دعواها من کنار گذاشته می شدم. هیچ کدوم بعد دعوا فکر غذا و خونه نبودن و گاهی چیزی توی خونه برای خوردن پیدا نمی شد. همه مشکلات اونها باعث شده بود من یه دختر ناسازگار باشم که سر کوچکترین مسئله داد می زدم و دعوا می کردم و بارها و بارها توی مدرسه توسط مسئولین مدرسه با هم برخورد می شد. حتی یادمه وقتی یه بار کلاس 5 بودم یه دختر رو که به شدت هل داده بودم و سرش به کنار میز خورده بود، بماند که چقدر به خاطر اون مجبور شدم توی سرما بیرون کلاس بلرزم و تو راه برگشت به مدرسه توسط برادرش بعد از کلی ناسزا شنیدن چند تا مشت و لگد هم خوردم. حتی گوشه لبم زخمی شده بود و با اون حالت وقتی به خونه برگشتم صدای داد و بیداد مادرم و با پدرم از توی اتاقشون شنیدم. اصلا مهم نبود چه اتفاقی برای من افتاده. رفتم تو اتاقم، در رو بستم و کلید رو چرخوندم و خودم رو تخت انداختم و حسابی گریه کردم. تو همون سن و سال کلاس 5 بودم که یه روز بعد از دعوای مفصلی که 2 نفری با هم انجام داده بودن از اتاقم بیرون اومدم. دیگه به سیم آخر زده بودم. یعنی میگفتم هر اتفاقی هم بیفته مهم نیست. شروع کردم صدام انداختم تو سرم تا جایی که میتونستم فریاد میزدم. اگه شما دوتا نمیتونین با هم زندگی کنین بهتر از همدیگه جدا بشین. من دیگه خسته شدم از دستتون. همین الان زنگ میزنم پلیس بیاد هر دوتون رو دستبند بزنه و ببره. چنان فریاد میزدم که پدر و مادرم به لرزه افتاده بودن. اونا حسابی میترسیدن. مطمئن بودم صدام همه همسایه‌ها رو خبردار کرده. هرچقدر اونا تو دعواهاشون سعی میکردن کمتر سر و صدا کنن، من فریاد میزدم. دیگه مهم نبود کی میشنوه و چه اتفاقی میفته. اتفاقاً یکی از همکلاسیام توی مجتمع ما زندگی میکرد و 2 طبقه با ما فاصله داشت. دختر بسیار پررویی بود و من ازش خوشم نمیومد و بیشترین نگرانیم این بود که نکنه دعوای پدر و مادرم رو بشنوه. ولی اون لحظه دیگه اونم برام اهمیتی نداشت. جیغ میزدم و فریاد میکشیدم که بدون اینکه خودم بخوام از هوش رفتم و روی زمین افتادم. فقط یه لحظه احساس کردم که پدر و مادرم دوتاشونم به سمتم دارن میدومن و وقتی منو روی دستشون گرفتن اون یکی داشت داد میزد زودتر ببریمش بیمارستان و من تو بیمارستان چشامو باز کردم. اون روز پدر و مادرم برای اولین بار با محبت بالای سرم وایستاده بودن و نگرانی تو نگاهشون موج میزد. با دیدنشون دوباره اشکام اومد و دستم رو روی صورتم گرفتم تا نگاهشون نکنم. به محض اینکه به خونه برگشتیم من به اتاقم رفتم و خوابیدم. اونا ساعتها بیدار بودن و با هم صحبت کرده بودن. دیگه نمیخواستن ادامه بدن چون دیگه داشت به من آسیب میزد و خیلی زود با تصمیم هر 2 نفرشون به صورت توافقی از هم جدا شدن. روزی که اون 2 تا از هم جدا شده بودن روز شادی من بود. میگفتم دیگه خوشبخت شدم. دیگه بهترین زندگی رو میتونم داشته باشم. دیگه از دعوا دور شدم. ولی خبر نداشتم که تازه اول مشکلاته. بعد از جدایی من و پدرم به خونه برگشتیم و مادرم فقط اومد وسایلش رو جمع کرد و رفت.
دیگه دعوایی تو خونه نبود، ولی شام و نهار گرم و درست حسابی هم نبود. پدرم بیشتر وقتا غذا رو از بیرون سفارش میداد، چون خودش اصلا آشپزی بلد نبود و هر غذایی که درست میکرد اونقدر بیمزه بود که حالمو به هم میزد. من در هفته 2 روز آخرش رو، یعنی پنجشنبه و جمعه رو، میرفتم پیش مادرم. اون یه آپارتمان کوچیک رهن کرده بود و یه مقداری وسایل گرفته بود و جدا از خانواده‌اش زندگی میکرد. با وجود اینکه پدر و مادرش حاضر بودن اونو توی خونه‌شون راه بدن، حتی یه طبقه از خونه ویلاییشون رو در اختیار مادرم قرار بدن، مادرم حاضر نبود پیش اونا بره، چون همیشه بهشون میگفت تقصیر شما شد که من با افشین ازدواج کردم. هر وقت که خونه مادرم میرفتم اوضاع بهتر بود، چون به هر حال اون آشپزیش نسبت به پدرم یه خورده عالی‌تر بود. من خیلی شکمو بودم، اما این وسط من خانه به دوش شده بودم. چند روز خونه پدرم و چند روز خونه مادرم. به 2-3 ماه نکشیده مادرم ازدواج کرد، اونم با مردی که انگار تا قبل از ازدواج با پدرم دوستش داشته و پدر بزرگم اجازه ازدواج با اون رو نمیداده. ولی حالا که مادرم یه بار ازدواج کرده بود و یه بچه داشت، آزادی عمل داشت و با اون مرد ازدواج کرده بود. روزی که پدرم فهمید مادرم ازدواج کرده، اونقدر عصبانی بود که هرچی دم دستش میومد پرت میکرد. به نظرم پدرم به مادرم علاقه‌مند بود و نمیتونست ازدواج مجدد اونو تحمل کنه. به 1 ماه نرسیده پدرم هم ازدواج کرد و دست زنشو گرفت و آورد تو اون خونه و اون وقت بود که من به جای پدر و مادر 2 تا پدر و 2 تا مادر داشتم. بدم نبود، ولی نامادریم یه خورده بدخلق بود. من نمیخواستم دوباره توی زندگیمون کشمکش ایجاد بشه و با بداخلاقی‌های اونم میساختم. ولی خودم دیگه اون بچه قبلی نبودم. سعی میکردم بیشتر با دوستان بگردم. خب بزرگتر هم شده بودم و خودم به مدرسه میرفتم و میومدم. و این وسط یه سری دوستای دورم کرده بودن و بیشتر به هوای پولای توی جیبم زیاد شده بودن. چون من حالا خیلی راحت از مادرم و پدرم جدا جدا پول میگرفتم. به این میگفتم اون بهم خرجی نمیده، به اون میگفتم این بهم خرجی نمیده. و اونا هم که چشم دیدن همدیگر رو نداشتن، هیچ وقت از هم نمیپرسن که واقعا اینجوریه یا نه. با این وضع من بزرگ و بزرگتر شدم. دیگه تو سن دبیرستان که اونقدر دوست پسر داشتم که حسابش از دست خودم هم در رفته بود. من تا قبل از ازدواج هر چیزی که لازم بود رو تجربه کردم. تو زندگی پدرم هم راحت دیگه از عهده نامادریم برمی اومدم و با دهنکجی کردن بهش حقم از حلقومش میکشیدم بیرون. دیگه با بزرگتر شدنم جوری رفتار میکردم که هیچ کس نمیتونست جلومو بگیره. میرفتم و خوش میگذروندم. گاهی وقتا چند ساعت بعد از دبیرستان به خونه نمیرفتم و هیچ کس هم نبود ازم بپرسه کجایی. به پدرم میگفتم پیش مادرم بودم و به مادرم میگفتم پیش پدرم. دیگه شما حساب کنین من چطوری بار اومدم، تا اینکه بالاخره یه روز نامادریم یه برنامه خواستگاری برام راه اندازی کرد. چون درست حسابی درس نمیخوندم و 2 سالی بود که پشت کنکور بودم و دانشگاه هم قبول نمیشدم. مردی که نامادریم برام پیدا کرده بود اسمش پرویز بود. اون میگفت پسر یکی از همسایه‌های مادرمه. مادرم دیده دنبال دختر خوب میگردن، تو رو بهشون معرفی کرده. من که میدونستم همه اینا الکیه. حتی مادر نامادریم هم در تلاش بود که یه کاری کنه من زودتر اون خونه رو ترک کنم تا دخترش در آرامش با پدرم زندگی کنه. اصلاً برام مهم نبود که چطوری اون معرفی شده بود. شب خواستگاری کلی خانواده‌مو اذیت کردم که باید فلان میوه رو بگیرین، فلان کار رو انجام بدین. اونا وقتی اومده بودن خواستگاری با دیدن من حسابی خوشحال بودن. تو صحبتی که با پرویز انجام دادم فهمیدم اصلا تو این دنیا چیزی وجود نداره که اون بتونه ازش سر در بیاره. یه آدمیه که دنیا رو آب ببره اونو خواب میبره. پیش خودم فکر کردم دقیقاً همون کسیه که میتونه یه شوهر خوب برای من باشه. خب من با اون دوستایی که داشتم و دور همی‌ها و پارتی‌هایی که میرفتم مسلماً بعدها مشکل داشتم. من قبل از ازدواج دختر نبودم. اینو به پرویز نگفته بودم و نگه داشته بودم شب عروسی متوجهش کنم. خیلی زود با پرویز عقد کردیم و یه آپارتمان درست و حسابی توسط پدرم رهن گرفته شد و چون پول رهنشو پدرم داده بود به نام من رهنش کرد. کل وسایل داخل خونه رو هم پدرم به عنوان جهیزیه برای من خرید و آپارتمان آماده زندگی کردن شد. به خاطر اینکه تو مراسم عقد من که توی محضر برگزار شد میدیدم که خانواده پدرم و مادرم
مثل کسانی که تو صف جنگ وایستاده باشن توی 2 جبهه مقابل همدیگه قرار گرفته بودن. تصمیم گرفتم عروسی نگیریم چون مطمئن بودم که به هم خوش نمیگذره. پرویز خیلی از نظر مالی در سطح بالایی نبود. اون یه کارمند بود و فقط یه ماشین داشت. پدرم 2 بلیط ترکیه برای ما گرفت و به مدت 1 هفته ما رو برای ماه عسل به اونجا فرستاد. دیگه پرویز چی می‌خواست از خدا؟ رو ابرا بود. انگار دنیا رو به اون داده بودن. مطمئن بودم خودشو خوشبخت‌ترین آدم روی زمین میدونست. برای همین شب عروسی حتی به روی خودش نیاورد که من دختر نیستم. انگار نه انگار که همچین مسئله‌ای وجود داره. خب این برای من خیلی عالی بود و با آرامش به ماه عسلم رسیدم و تا جایی که میتونستم توی ترکیه لباسهای مختلف و چیزهایی که دوست داشتم رو خریدم. چون پدرم یه پول درست و حسابی هم بهم داده بود. البته تو دادن پول بین پدر و مادرم یه مسابقه انگار برگزار شده بود و هر کی سعی میکرد بیشتر از اون یکی جیب منو پر پول کنه. یکی یه تیکه برای خودشونم سوغاتی گرفتم و بالاخره بعد از تموم شدن ماه عسلمون به ایران برگشتیم و به خونه خودمون رفتیم. اونجا بود که پدرم سوئیچ یه ماشین مدل بالاتر از ماشین شوهرم رو به دست من داد و گفت اینم هدیه عروسیت. انگار همه اون چیزایی که از قبل خرج کرده بود رو هوا بود. دیگه نمیدونید چقدر طایفه پرویز منو تحویل میگرفتن و منم با چه ناز و ادایی باهاشون برخورد میکردم. خلاصه زندگی مشترک من شروع شد و مطمئن بودم که نامادریم اولین کسیه که کلی ذوق میکرد که من دیگه تو اون خونه نیستم. دیگه رفت و آمد مادرم به خونه من خیلی زیاد شده بود. از اون طرف شوهرم هم مثل یک کارمند تا ساعت 3 و 4 سر کار بود و منم برای اینکه حوصله‌ام سر نره بیشتر روز رو با دوستام این ور اون ور میرفتم. دور هم یا پارتی با هم میگرفتیم و شوهرم هیچ وقت بابت این موضوع اعتراض نمیکرد. تا اینکه یه روز یه پارتی مفصل توسط یه گروه از بچه‌ها برگزار شد و بهمون گفتن که شبم قراره همونجا بمونیم. به شوهرم گفتم به همراه یکی از دوستام داریم میریم شمال. به دانشگاه اونجا سر بزنیم، شاید بتونیم دوستامو که دانشجوه انتقالیشو بگیریم و بیاریم تو شهر خودمون. اونم هیچی نگفت و منم با ماشین خودم رفتم تو اون پارتی. اولش که رفتم تک تک دوستایی که باهاشون خیلی صمیمی بودم رو سوار ماشین شاسی بلندم کردم و بدون اینکه شوهرم بفهمه رفته بودم کردان. یه پارتی فوق‌العاده. بعد از شام اونقدر بچه‌ها خورده و نوشیده بودن که هر کدوم یه گوشه افتاده بودن و من حواس شنا کرده بودم. رفتم سمت استخر داخل ویلا و دیدم 3 از پسرام دارن آماده میشن برن تو استخر و من با اون 3 توی استخر شروع به شنا کردم. خودم هم مشروب خورده بودم و خیلی تو حال خودم نبودم و حسابی تو استخر خوشگذرونی کردیم. اون موقع من به هیچی فکر نمی کردم، حتی اینکه من متأهلم. چیزی که وجود داشت کلاً شوهرم ساده بود و چیزی نمیفهمید، یا به خاطر خوشی‌هایی که توش غرق شده بود نمیخواست که خودشو به اون راه بزنه و تلاشی برای فهمیدن انجام بده. منم مدت‌ها بود که داشتم این کارا رو انجام میدادم و اصلاً نگران این نبودم که ممکنه مشکلی پیش بیاد. زندگی اونقدر به کامم بود که اصلا فکر نمی‌کردم یه روزی همه چی به هم بریزه. تا اینکه یه روز که خواب بودم و هنوز بیدار نشده بودم، صدای زنگ خونمون به صدا در اومد. چشامو که باز کردم با حالت خواب‌آلود نگاه ساعت کردم. 10:30 صبح بود. مونده بودم کیه که اول صبحی اومده خونه ما. بلند شدم، ملافه و پتو رو یه گوشه پرت کردم و رفتم از چشمی آپارتمان نگاه کردم. برادر شوهرم بود. در رو براش باز کردم و اونم خیلی راحت اومد داخل خونه. یه لحظه متوجه سر و وضع خودم شدم که با یه اوضاع خیلی خرابی پشت در رفتم. اون بدون هیچ ملاحظه‌ای به من زل زده بود و نگاه میکرد. یه لبخند مسخره رو لباش بود که معنیشو اصلاً نمیفهمیدم. یه دفعه شروع کردم به داد و بیداد کردن باهاش که خجالت نمیکشی؟ به چی نگاه میکنی؟ من خوابالودم، اومدی مزاحمم شدی؟ وایستادی تماشا؟ و اون سرشو پایین انداخت. به اتاق برگشتم، یه لباس پوشیدم و یه شال رو همینجور الکی روی سرم انداختم. وقتی به پذیرایی اومدم، برادر شوهرم رو دیدم که داشت توی آشپزخونه صبحونه آماده میکرد. با دیدن من لبخندی زد و گفت بفرمایید الیزابت، براتون صبحونه آماده کردم. نگاه بدی بهش انداختم و گفتم اینجا چی کار میکنی؟ کارت چیه؟ وقتی نزدیک شدم یه صندلی رو عقب کشید و گفت بفرمایید. منم روی صندلی نشستم و اون صبحونه برام آورد و چای برام ریخت. خودش هم اومد صندلی روبروی من نشست.
گفت اومدم یکم باهات گپ بزنم. به چشمای اون زل زدم و گفتم از کی تا حالا راه میافتی میای بدون اینکه برادرت خونه باشه با من گپ بزنی؟ اون 3-4 سال از برادرش کوچیک‌تر بود. در حالی که داشت یه لقمه گنده برای خودش آماده میکرد گفت من همه چی رو در موردت میدونم. هاج و واج نگاش کردم و گفتم مثلا چیو؟ و گوشیشو در آورد و یه فیلمی رو به سمت من گرفت. گوشیشو گرفتم و نگاه کردم. یکی از فیلم‌های پارتی‌هایی بود که شرکت کرده بودم و در کنار بچه‌ها داشتم میرقصیدم و یکی فیلم گرفته بود. در حالی که گوشی تو دستم بود، یهو بلند شد و به سرعت گوشیو از دستم بیرون کشید و گفت بس دیگه دیدی. تازه متوجه شدم برادر شوهرم همه چی رو فهمیده. اون میگفت باید با منم ارتباط داشته باشی وگرنه بد تموم میشه برات. من که به اون زندگی عادت کرده بودم نمیخواستم هیچ جور همه چی خراب بشه، چون مطمئن بودم اگر شوهرم بفهمه ممکنه که تصمیم بگیره از من جدا بشه. مسلماً بعد از جدایی پدرم به هیچ عنوان اجازه نمیداد من تنها زندگی کنم. اون با پدر بزرگم یعنی پدر و مادرم کاملا فرق داشت و میگفت دختر یا باید خونه شوهرش باشه یا خونه پدرش. منم به اون زندگی راحت که این ور اون ور برم عادت کرده بودم. برادر شوهرم توی حرفایی که میزد کاملا مصمم بود و نمیتونستم هیچ کاری بکنم. منم قبول کردم و با اونم ارتباط گرفتم. اون اونقدر پررو شده بود که گاه و بیگاه که پرویز به سر کار میرفت میومد سراغ من و باج خواهی میکرد. دیگه رفتارش جوری شده بود که حالم ازش به هم میخورد. مخصوصا با اون چند تا دندون زردی که توی دهنش داشت و کاملا معلوم بود اهل سیگار و حتی ممکنه اعتیاد و این حرفا باشه. من که خیلی با خانواده شوهرم رفت آمد درست و حسابی نداشتم و کاملا نمیشناختمشون. مگر چطور میشد در ماه یه بار ما مهمونی میگرفتیم، اونا میومدن خونمون، شاید ماهی یه بار هم به خونه پدر شوهرم میرفتیم. اونا یه خونه متوسط داشتن و به خاطر کمبود امکاناتی که داشتن من اصلا خوشم نمیومد دعوت‌هاشون رو قبول کنم و فقط به خاطر پرویز بالاجبار خونه‌شون میرفتم. ولی تا دلت بخواد به خونه دوستان میرفتم و اونا به خونمون میومدن. پرویز با این وضع اوکی بود و هیچ مشکلی نداشت، ولی حالا برادرش برای من مصیبتی شده بود که مونده بودم چی کار باید کنم. با چند تا از کسایی که حسابی دوست شده بودم درباره برادر پرویز صحبت کردم. اونا میگفتن خیلی راحت میتونیم اونو از زندگیت حذف کنیم، ولی من از این موضوع میترسیدم چون پرویز روی برادرش خیلی حساس بود. اونا یه خواهرم داشتن که ازدواج کرده بود ولی برادر پرویز مجرد بود. اما وقتی دیدم برادر شوهرم پررویی رو از حد گذرونده، یه بار به دوستام زنگ زدم و گفتم یه نقشه بکشین و فقط یه کاری کنین این آدم دیگه تو زندگی من پیداش نشه. اونا حتی به منم نگفتن چی کار میکنن و من بیخبر بودم. تا اینکه یه روز شوهرم با چنان هول و ولایی به خونه اومد و حسابی حالش گرفته بود. گفتم چی شده؟ گفت برادرم بیمارستانه. کیف منو بگیر میخوام برم ببینم چی شده. بهش گفتم کدوم بیمارستانه؟ منم میام. تون حاضر شدم و با پرویز خودمون رو به بیمارستان رسوندیم و تازه اونجا بود که متوجه شدیم برادرش حسابی تصادف کرده و تو CCU بستری شد و ملاقات نداره. اون تصادف اونقدر وحشتناک بود که دکترها میگفتن زنده موندنش مثل یه معجزه میمونه و لحظه‌ای که اجازه دادن از پشت شیشه برادر شوهرم ببینم با دیدنش حسابی حالم گرفته شده بود. وضع صورتش خیلی به هم ریخته بود. یه لحظه یاد دوستام افتادم و گفتم نکنه این تصادف توسط اونا انجام شده. بنابراین به بهونه‌ای از بیمارستان بیرون اومدم و به خونه برگشتم. به دوستام زنگ زدم و گفتم شماها در جریان تصادف برادر شوهر من هستین؟ اولش نمیخواستن زبون باز کنن و وقتی ناراحتی منو دیدن گفتن خودت گفتی یه کاری کنیم که دیگه تو زندگیت پیدا نشه و تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده. دکترها گفته بودن احتمال اینکه برادر شوهرم زنده بمونه خیلی کمه و همین منو خیلی میترسون. مشکل این بود که شوهرم میگفت چند تا از اهالی اونجا ماشینی که به برادرم زده و فرار کرده رو شناسایی کردن و همین باعث نگرانی من میشد. به بچه‌ها گفته بودم کسی که پشت فرمون بوده یه مدتی آفتابی نشه. چون سرعت ماشین زیاد بود و از اونجا فرار کرده بود، کامل همه شماره‌های ماشین شناسایی نشده بود و همین یه معضل بزرگ بود برای پلیس. چند روزی گذشت ولی حال برادر شوهرم خوب نشد. فکر کنم روز 4 یا 5 بود که شوهرم به خونه زنگ زد و گفت خونه ای؟ گفتم آره. گفت زودتر برو بیمارستان پیش مادرم، میگن برادرم چشاشو باز کرده.
از شدت اضطرابی که داشتم دست و پام به لرزه افتاده بود. سریع لباس پوشیدم و خودم رو به بیمارستان رسوندم. مادر شوهرم میگفت پلیس اومده و داره باهاش صحبت میکنه. خدا رو شکر پسرم به حرف اومده. اسم پلیس که اومد دست و پای من به لرزه افتاده بود. به مادر شوهرم گفتم من میرم به شوهرم خبر بدم که خدا رو شکر برادرش حالش خوبه. اون خیلی نگران بود. خودم رو به حیاط بیمارستان رسوندم و یه گوشه انگار که پناه گرفتم قایم شدم. نمیخواستم پلیس منو ببینه. چون مطمئن بودم با دست و پای لرزانی که داشتم خیلی زود خودم رو لو میدم. نمیدونم چقدر اونجا وایسادم که دیدم چند تا پلیس که از داخل ساختمان بیمارستان بیرون اومدن سوار ماشین شدن و رفتن. به داخل بیمارستان رفتم. مادر شوهرم گفت که پلیسا چند تا سوال از من کردن و رفتن. اونا میخوان هم با تو هم با پرویز صحبت کنن. دیگه خدا میدونه چه حال خرابی داشتم. مطمئن بودم که اونا یه چیزایی رو فهمیدن. از مادر شوهرم خداحافظی کردم و به خونه رفتم. گفتم کاری که از من بر نمیاد برم یه لقمه ناهار درست کنم. پرویز اومد بدم بخوره بیاد پیشتون بیمارستان. برای شمارم یه چیزی بیاره. اونم ازم تشکر کرد و به خونه برگشتم. یکم غذا درست کردم چون شوهرم گفته بود میاد خونه. هر لحظه که میگذشت قلبم تو دهنم بود. تلفن رو برداشتم و به دوستام زنگ زدم و گفتم اون به هوش اومده و امکان داره که شما رو شناخته باشه. وگرنه چطوری اون فیلمو به دست آورده بود. اونا میگفتن نگران نباش، هیچی معلوم نمیشه. وقتی شوهرم زنگ خونه رو به صدا در آورد، آیفون رو زدم و اومدم تا زودتر غذای مادر شوهرم رو آماده کنم. دیدم شوهرم با یالله گویان وارد خونه شد. زود روسریمو برداشتم و رو سرم انداختم و یه پلیس همراه شوهرم دیدم. نمیتونستم حرفی بزنم. شوهرم گفت من تا رسیدم در خونه دیدم این آقایون پلیس دم در وایستادن. اونا ازم خواستن بیام بشینن و با هم حرف بزنن. بهم میگفتن رابطه تو با برادر شوهرت چطوریه؟ گفتم چطوری میتونه باشه؟ خب اون برادر همسرم بود و ما به هم احترام میذاشتیم. تقریبا 10 دقیقه یه رو با من حرف زدن و بعد یه پلیس خانه اومد. به من گفتن باید همراهشون به اداره آگاهی بریم. شوهرم هاج و واج مونده بود و میگفت چه اتفاقی افتاده؟ و اونجا بود که پلیس به زبون اومد و گفت برادرتون قبل از فوتش گفتن که کار همسر شماست. پرویز هنگ کرده بود. حتی نمیتونست یک کلمه حرف بزنه. من التماس میکردم و میگفتم پرویزی کاری بکن، من کاری نکردم که. من اصلا اون روز از خونه خارج نشدم. پلیس گفت فعلا شما رو به عنوان متهم به اداره نمیبریم. فقط میخوایم ازتون چند تا سوال بپرسیم و به اجبار منو به اداره آگاهی بردن. باورم نمیشد که برادر پرویز فوت شده باشه. اونا که میگفتن حالش خوب شده، ولی چیزی که مشخص شد این بود که اون بعد از اینکه به هوش اومده بود در اثر خونریزی‌های مغزی از دنیا رفته بود. تو بازجویی‌ها اونقدر استرس گرفته بودم که خیلی زود خودم رو لو دادم و همچنین دوستامو. اونا رو دستگیر کردن. من اظهار بی‌اطلاعی می‌کردم که نمیدونستم اونا چه نقشه‌ای کشیدن. من فقط می‌خواستم برادر شوهرم از من دور باشه. چون اون همش میگفت یه رازی از من میدونه. نمی‌خواستم پرویز چیزی در این مورد بدونه، ولی نمیشد همه چیزو پنهان کرد. مخصوصا که دوستام همه چی رو لو داده بودن و بالاخره توی دادگاه مشخص شد که بچه‌ها اعتراف کردن که از من دستور گرفتن تا این کارو انجام بدن. من قسم می‌خوردم که فقط می‌خواستم بترسونمش. نمی‌خواستم اتفاقی براش بیفته. هممون به چند ماه زندان محکوم شدیم. باورم نمیشد سر هیچ و پوچ خودم رو سابقه دار کرده بودم. بعدها فهمیدم که خانواده پرویز یه پول درست و حسابی از پدرم گرفتن و رضایت دادن. پدرم میگفت دیگه دختر من نیستی. اون یادش رفته بود که خیلی وقت بود که من دخترش نبودم. بعد چند ماه که از حبس بیرون اومدم متوجه شدم که پرویز تقاضای طلاق داده. فقط منتظر بوده من از حبس بیرون بیام تا بتونه اجراش بکنه. از پرویز جدا شدم. برگشتم به خونه‌ای که پدرم یه زمانی برام گرفته بود. خب اونجا به نام من رهن اجاره شده بود. صاحب خونه از همسایه‌ها فهمیده بود که من یه جرمی مرتکب شدم و توی حبسم. حتی نمیدونست چه جرمی. پیام داده بود که زودتر باید خونه رو خالی کنی. پول پیشو ازش گرفتم و یه آپارتمان توی یه منطقه متوسط اجاره کردم و وسایلم رو به اونجا بردم. هنوز دوستای دور و برم رو داشتم، ولی هرچی فکر می‌کردم با اونا به جایی نمی‌رسیدم. بهشون گفتم دیگه نمیخوام ببینمشون. جالب بود. تو اوج ناامیدی بودم که با سعید
مردی که سر کوچه خونه من مغازه داشت آشنا شدم. اون فقط فروشنده بود. مغازه مال کس دیگه ای بود. یه مدتی با هم دوست بودیم. در حد صحبت کردن این ور اون ور میرفتیم. درباره زندگیم باهاش درد دل کردم. توی صحبت کردن فهمیدم که سعید توی پرورشگاه بزرگ شده و کسی رو توی زندگیش نداره. من و سعید بالاخره با هم ازدواج کردیم و رفتیم به خونه من و یه زندگی با هم شروع کردیم. واقعا دلم میخواست این بار درست زندگی کنم. از اون زندگی گذشته حسابی خسته شده بودم. 1 سال بعد دخترم بهار و 2 سال بعدش پسرم کامیار به دنیا اومد. درست زندگی من و سعید پر از عشق و محبت نیست، ولی خدا رو شکر به هم احترام میذاریم و میتونیم بچه هامون رو در آرامش بزرگ کنیم. گاهی وقتا مادرم زنگ میزنه و میگه شوهرم نمیذاره بیام بهت سر بزنم. انگار شوهرش 24 ساعته مثل این نگهبان بالا سرش وایساده و اجازه نمیده اون بیاد پیش من. میدونم که الکی میگه ولی اعتراضی نمیکنم. خیلی وقت دیگه خسته شدم و هیچ اعتراضی ندارم. فقط سرم انداختم پایین و دارم زندگیمو میکنم. سعید هر چی که هست از خانواده‌ای که هم خون من بودن خیلی بهتره. حداقل وقتی که مریض میشم یا حالم بد میشه یکی رو کنارم دارم و از این بابت خوشحالم.